مشکل کمبود اعتماد به نفس داری. فکر می‌کنی دخترها قبولت نمی‌کنن؟ آره. خانم یه لحظه معذرت می‌خوام. بله. شما با ایشون ازدواج می‌کنی؟ بله. یه سواله، با ایشون ازدواج می‌کنی؟ تو دیوونه شدی؟ برای چی حرفا رو میزنی؟ عزیزم ما دو نفسش. سلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستین؟ چرا اینجا نشستین سرما میخورین؟ تشریف می‌آوردین منزل در خدمتتون باشین، پذیرایی، چای، شیرینی، شام. دست شما در نکنه. میگم شما از دختر من خواستگاری کردین؟ من نه ایشون. الان میرسم خدمتتون. بگیرسم دکتر. خوب هستین دیگه؟ میشنوم. چیو؟ از خودت بگو دیگه، از کجا اومدی، چه کاری، چند تا خواهر برادر داری، خانواده‌ات کیان، ماشین داری، خونه داری، شغلت چیه، چقدر حقوق میگیری؟ البته شغل خیلی مهمه. شغل چیه؟ من دزدم. چه خوب.